از این طرف فکر کنم جمع کرده چیزا را پیاده رو. اون طرف کل شده چینده بین که زمین سخای بریم ایسو چینده پیاده رو خالی ده. چی کنیم که ببینیم ترکاری و جات قسم خشک خالی شده مون چرا یا فقط بازارش و صبحانه است و خلاص. یک راه یک بسر داره که درآمدی بسیار بند میمونه اینجا. خب چون موترها هر طرف استاد میکنن، بارگیری میکنن، بار پایین میکنن، راهش نسبتا بند است. می‌بینید دوستان عزیز مارکت میوه و سبزیجات هست. یادم نخورد میفروشه. سلام و درود مسار تمام شما عزیزان. انشالله که خوب سلامت باشین دوستان نهایت گرامی و روزگارتان به خوبی خوشی و آرامی سپری شد. دوستان نهایت گرامی بعد از دیر وقت امروز آمدیم به مارکت شهر کابل که همه چیز دیگه اینجا از دوستان، از خوراک کباب البته پوشاکی چیزا نه، خوراک کباب. این چک در کریوی داشت که تازه این مسجد هم دوستان عزیز بسیار یک مسجد بزرگ است و نمازخانه بسیار زیاد داره. منظور از کسایی که همیشه میرن بسیار زیاد هستن. تا پیش بریم دوستان عزیز. از این طرف فکر کنم جمع کرده چیزا را پیاده رو. اون طرف کل شده چینده بین که زمین سخای بریم ایسو چینده پیاده رو خالی ده. چی کنیم که ببینیم ترکاری و ترکاری دوستان میوجات نیست، ترکاری فقط کلن ترکاری چک ترکاری تازه است. باز دوستان عزیز ببینین یعنی هم راه مارکت از دوستان عزیز که جا گلام هست تخلیه میکنن موترها اموال خود و چیزایی را که میارن. من به این پس پیاده رو این طرف که پیاده روش دوباره پر هست. ببینیم کابل دی چند روز دوستان عزیز ابری هست. ببینیم که چه وقت میباره چه وقت نه. کامپان فکر کنم سیب میفروشه. ببینیم سیبای زرد آمده خوب آورده. حوزه چهارم دوستان عزیز در حوزه امنیتی چهارم البته در سمت دست چپ ما هست. امروز مزه مارکت یک قسم نیست دوستان. ما دیگه روزا که صبحانه میم یک گل میباشه مارکت، یک گل میباشه که جوش میزنه مردم و خریدارا و فروشنده. ما حالا قدر بیربار نداره. میم دوستان عزیز مارکت ملی و بین المللی میوه تازه و سبزیجات. قسم خشک خالی شده مارکت چرا یا فقط بازارش و صبحانه است و خلاص. ببینیم پیاده رو کلا خالی است. اگر نه دوستان عزیز کلا قدر کراچی ها بود نمیفهم چطور قدر خشک خالی شده.
طرف ها باز خوب است یک ذره یک بیربار داره. اون طرف باز دوستان عزیز کلا مواد ارتزاقی هست، مواد ارتزاقی فروشی از قبیل برنج و لوبیا و بوره و چیزا. اون طرف باز ترکاری و میوه‌جات و سبزیجات از دیگه. مگم واقعا دوستان عزیز تو خالی شده. ویدیو قبلی مارکت برین ببینین جوش میزدی بخشا از نفر فروشنده خریدار و همه چیز. اگر بگویم که صبح وقت از دیگر است رکچاش شما است، تو وقتایی نیست که مارکت فرصت باشه. هم وقتایی آمدیم که همیشه بیربار می بود دیگه. نمیفهم چطور قسم است. مگم رایش دوستان از راه ما براتون چی بگویم. یک رای بیربار داره، یک رای بسر داره که درآمدی بسیار بند میمونه اینجا. خب چون موترها هر طرف استارت میکنن، بارگیری میکنن، بار پایین میکنن، راهش نسبتا بند است. می‌بینید دوستان عزیز مارکت میوه و سبزیجات هست. این خود دوستان عزیز ما رفته بودیم یک دفعه دمو کارگاهش بگویم دیگه، یا که هر چی که شما میگین دمو کورهش که نخود پخته میکنن، چگونه پخته میشه، چه قسم بمیه خشکی تبدیل میشه. او را اگه خواستین برین در همین کسب کار شهری پلیلیست شهر کسب کار شهری در یوتیوب امی افغان سریز بیننده باشین. بسیار یک ویدیو که جالب است و میفهمین که این نخود چه قسمی پخته میشه و چگونه تبدیل به این نخود میشه. این نخود هم تو به دست نمیاد دوستان عزیز، برخلاف دیگه میوه های خشک. این طرف بیربارتر از دوستان عزیز از اون طرف کرده. سرک چمن ببرک. همون دوستان از مارکت ملی و بین المللی پیاز و کچالو. وقتش است با بولانی، ترشی، آچار از این چیزا که جور میکنن دیگه میگیرن مادرها در خانه ها جور میکنن به زمستان دیگه. آیا شما خوش دارین و جور میکنین زمستان از این چگنی دوستان از این ترشی؟ اگر جور میکنین در کومنت ها بنویسین که خوب است. این رومیای غرام از دوستان عزیز خوب. خلاصه دیگه وقت ترشی انداختن است. این دوستان میوه است، انار است، تربوز است، امرود هست. امرود ها لوس خام است البته پخته نشده. اون خربوزه هم است یک چند دانه. از اون طرف کرده ای طرف بازارش خوبتر بود دوستان عزیز. این طرف دیگه دوستان عزیز مرغ فروشی است. بعد از این باز مرغ فروشی، پرنده فروشی ها و حیوان فروشی ها، منظور از سگ فروشی و گرگ فروشی است دیگه. اون طرف باز پورا باز در یک ویدیو جداگانه انشالله بیننده می باشیم. قصابی هست که اون از مرغ گرفته تا گوشت و گوشت کله و زیادتر مرغ و گوشت کله از دوستان عزیز مرغ فروشی هست. قصابی گوشت نیست، قصابی گوشت طرفتر بود. قصابی گوشت دوستان عزیز دمی تایی مسکن چند نوع قصابی است، بسیار قصابی خوب پاک خوشت میام گوشت. تو بر صورتش دوستان عزیز مارکت هم تقریبا تمام شد. امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون به الله متعال پاک و بی‌نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.